درخت دوستی تقدیم میکند. سلام علیکم دوستان عزیز. شیخ سعدی در کتاب گلستان خود قصه را می‌آورد که برای اهل فهم یک قصه عبرتناک است. میگوید که وقتی یک نفر بود از روزگار خسته شده بود، از کارهایی که در روزگارش میافتاد خیلی هم خسته شدگی بود. وقتی که او خواست که از همه کناره‌گیری کند و به عزلت نشیند، یعنی به تنهایی فقط و فقط عبادت خدا را کند و دیگر با هیچ کسی سخن هم نگوید و با هیچ کسی رفت و آمد هم نکند. از میان چند روز میگذرد. یکی از دوستان او که خیلی هم عاقل و دوراندیش بود به نزدش میآید. وقتی که به نزدش میآید میبیند که او در چنین حالت است. از خانواده‌اش پرسان میکند که با او چی شده است. آنها میگویند که این نفر برای خود عهد کرده است و قسم یاد کرده است که با هیچ کسی سخن نگوید و از هیچ کسی هم سخن گوش نکند. تنها و تنها به عبادت خداوند پردازد و دیگر با هیچ کسی سخن نکند. این دوستش به نزد او میرود و با او کوشش میکند که سخن گوید، اما این نفر هیچگاه سخن نمیگفت. تنها فکر و هوشش در یاد خدا بود و خلاص. ولی این دوستش یک سخن خیلی هم حکمتناکی را برای او عرضه میکند و با او میگوید که تو آیا میدانی که باید انسان ها با یکدیگر گپ زنند، باید با یکدیگر رفت و آمد نمایند. البته که تو شاید از روزگار خیلی هم خسته شدگی باشی، خیلی هم از دیگران رنج دیده باشی، خیلی هم کارهای نادرست مشاهده کرده باشی و شاید خودت هم انجام دادی، اما زندگی با این همه ختم نمی شود. باید که تو با دیگران رفت و آمد خوبی داشته باشی. و این سخن حکمتناک را میگوید برای او که آیا میدانی که دو کار از روی عقل و دانش نیست. او میگوید چگونه؟ میفرماید این دوستش که هنگام خاموش ایستادن در حالتی که لازم است که سخنگویی، اما هنگامی که لازم است که سخنگویی در حالتی که تو خاموش میستی. یعنی و دویم حالتش این است که در حالتی که باید تو خاموش ایستی سخن میگویی. یعنی در هنگام ضرورتی که سخن گفتن است تو خاموش میمونی و در هنگامی که ضرورت است تو خاموش بمانی سخن میگویی. این دو حالت از روی عقل و دانش نیست. پس بیایید از این قصه ما عبرت بگیریم. هنگامی که سخن لازم هست باید آن را گفت و در جای مناسب، اما هنگامی که خاموشی ضرور است باید که ما خاموش بنشینیم و به سخنان بیهوده نپردازیم.